سرخط خبرها بازداشت یک مرد در دوشنبه با گمان سوءقصد تجاوز به ناموس. در دوشنبه 4 عضو یک گروه متشکل جنایتی که در 11 جنایت وزنین دست داشته است دستگیر شدند. در همدانی مرد بعد لطوکوب و مرگ همسرش بازداشت شد و خودکشی یک دانشجوی دانشگاه ملی در خوابگاه. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز است از یورتیجی. مهمترین خبرهای هفته اخیر را به شما میرسانیم. در ناحیه سینای شهری دوشنبه مرد 35 ساله با گمان سوءقصد تجاوز به ناموس دستگیر شده است. به اطلاع میلیسیای پایتخت حادثه روز 6 دکبر رخ داده است. از گمانبر اسفندیار پیرنظرов نام برده شده است. گفته می شود پیرنظرов با راه فریب یک جوان دختری ساکن پایتخت را به مهمانخانه برده با استفاده از زاری و لطوکوب کوشش انجام دادن علاقه جنسی را کرده است. جبردیده مقاومت نشان داده برای نجات خود را از تیرازه حمام مهمانخانه به پایان پرتافته است. در نتیجه جراحت‌های جسمانی برداشته است. گمانبر حالا در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش طبق ماده‌های 32 قسم 3 و 138 کودکس جنایتی تفتیشات آغاز شده است. در دوشنبه 4 عضو یک گروه متشکل جنایتی که در 11 جنایت وزنین از جمله آدمکشی دست داشته است دستگیر شدند. در این باره در برنامه اخباری وکده گزارش داده شد. به اطلاع وزارت کارهای داخلی آنها از سال 2024 تا روزی بازداشت در حدود دوشنبه، وحدت، حصار و ناحیه‌های وخش و رودکی کشتار، حمله‌های مسلحانه و دزدی‌های مخصوصاً کلان انجام دادند. مقامات میگویند گروه از سپتامبر سال 2024 تا امروز یک کشتار، 4 غارت مسلحانه و 6 دزدی مخصوصاً کلان صادر کرده است. گفته می شود که اعضای گروه شبانه عمل می‌کردند، پیشکی نقش‌ها را تقسیم نموده با سلاح‌های آتشفشان و سرد مسلح بودند. همه بازداشت شدگان پیشتر از 1 تا 5 مرتبه سود شدند. خبر منبع خبر می‌دهد راهبر گروه فرهاد موسوی 47 ساله ساکن دوشنبه قبلا برای معاملات مواد مخدر سود شده است. ذکر می‌گردد او سلاح را تامین می‌کرد، خانه‌ها را برای حمله انتخاب می‌نمود و عملیات‌ها را راهبری می‌کرد. اعضای دیگر گروه ارشاد عزیزوی 42 ساله ساکن شهر باختر 5 مرتبه سود شده است. ایام‌الدین رحیمزاده 35 ساله قبلا برای اوباشی سود شده است. فردوس قربان 44 ساله در گذشته در روسیه جزای زندان را ادا کرده است. دو عضو دیگری گروه نجیب‌الله اسرائیلوی 35 ساله و سهراب موتوی 33 ساله فرار کردند و در جستجوی بین‌المللی قرار دارند. نسبت گمانبران با یکچند ماده کودکس جنایتی از جمله آدمکشی، نگاهداری غیرقانونی سلاح، غارتگری و دزدی پرونده جنایتی باز شده است. یک ساکن 49 ساله ناحیه میرسعید علی همدانی با گمان قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این مرد که قبلا نیز سود شده است روز 5 دکبر در منزل خود با همسرش زن 46 ساله بحث کرده او را با دست و پای و کلتکچوب به شدت لطوکوب نموده است. شب 6 دکبر وضع جبردیده وزنین شده در همان خانه جان باخته است. نسبت گمانبر شونده با قسم 3 ماده 10 کودکس جنایتی رساندن ضرر وزنین به سلامتی که باعث مرگ شده است پرونده جنایتی بازگردیده است. در دوشنبه یک دانشجوی سال دوم دانشگاه ملی پس از باخت در شرطبندی ورزشی یا بوکمیکر دست به خودکشی زده است. بختاور رسولوف دانشجوی 19 ساله روز 6 دکبر در خوابگاه رقم 8 دانشگاه خود را به دار آویخته است. جسد او را یکی از همخانه‌هایش پیدا کرده است. به گفته دوستان و نزدیکانش بختاور پیش از حادثه به مادرش که در ظفرآباد زندگی میکند زنگ زده از قرضدار شدنش در بازی بوکمیکری خبر داده است. پدرش شیرعلی رسولوف به رادیو آزادی گفته است که فرزندش در بازی‌های اینترنتی قرضدار شده از شرم به این عملی ناامیدانه دست زده است. همسبقانش نیز تصدیق کردند که بختاور یک شب پیش از حادثه فوتبال تماشا کرده بعد پیشگویی نادرست مبلغ باخته است. مسئولان دانشگاه حادثه را شرح ندادند. حجره‌ای که بختاور زندگی میکرد مهر زده شده، همخانه‌هایش بیانات دادند. مقامات قضیه را تحقیق دارند و یکی از فرضیه‌ها خودکشی وابسته به قرض شرط بندی بوده است. میلیسیای پایتخت 2 نفر را با گمان قلابی بازداشت کرده است. آنها لباس نظامی پوشیده خود را کارمند بازرسی معرفی نموده از شهروندان با راه فریب مبلغ‌های گوناگون طلب کرده گرفتند. رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از گمانبران شریفزاده عبدالجبار و جورخانوف جمعخان نام برده است. منبع می‌نویسد چنین عملها به آبرو و اعتماد مردم نسبت به نهادهای حفظ حقوق لطمه می‌زند. گفته می‌شود نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد.
бинандаи азиз, ин барномаи наведи 7 рӯз буд. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед. хайр.